سلام بچه ها، به گرین کلاب خوش اومدید. من محمد هستم و با پارت 4 داستان بازی الدر اسکرول اسکایریم در خدمتتون هستم. همون لحظه که الدر اسکرول رو میبندی یا میبینی که آلدوین سر و کله‌اش پیدا شده و اومده برای جنگ. همونجا با اون اژدها اوکیه که رهبر ریش سفیدا بود درگیر میشن. این وسط میاد به تو هم هی به اصطلاح اتک میده و اینا، و تو با استفاده از فریاد شیطانی که به اصطلاح انسان‌ها ساخته بودن میتونی آلدونیا بیاری پایین، مجبورش میکنی که پرواز نکنه. این فریاد باعث میشه که اژدها اون حسی که همیشه به اصطلاح بالا به پایین نگاه کردن رو از بین ببره، باعث میشه که یه جورایی میرا بشه، حس میرا بودن حداقل بهش دست بده، با اینکه حتی شاید واقعا میرا نشه، ولی خب حسشو که میگیره. شروع میکنی به زدنش. آقا همینطوری با چوب و کلنگ و اینا همه چی میگیری میزنیش، دهنشو سرویس میکنی تا اینکه آقا آلدوین مجبور میشه فرار کنه. بازم نمیتونی بکشیش، ولی بالاخره شکستش دادی. آلدوین فرار میکنه و میگیره. و الان یه مشکلی به وجود میاد. آلدوین کجاست؟ باید بری دنبالش. به این فکر میکنی که آقا چیکار کنی، چه حرکتی بزنی. متوجه میشی که یکی از قلعه های انسان ها جوری طراحی شده که یه اژدها رو توش بتونی زندانی کنی. کدوم قلعه؟ بله، کاخ فرماندهی پادشاه وایتران، هم پادشاه اوکی که اول بازی به همون مقام و اینا داد. خلاصه پا میشی میری با یارو پادشاه صحبت کنی، میگی که آقا قضیه اینه، من نیاز دارم به کمکت، باید یه اژدها رو زندانی بتونم بکنم، ازش حرف بکشم، بفهمم که آلدوین کجاست. پادشاه میگه آقا حل تو، من اوکی ام با این قضیه، فقط یه مشکلی هست. الان اسکایریم وسط جنگ داخلیه، اگه من بیام سربازامو به اصطلاح نیرو نظامیمو بذارم روی این قضیه، خب آسیب پذیر میشن و ممکنه همینجا استورم کلاک‌ها از فرصت استفاده کنن و حمله کنن به شهرمون رو تسخیر کنن. من نمیتونم الان بهت کمک کنم، باید یه حرکتی بزنی، حداقل مجبورشون کن به ما حمله نکنن، یه صلحی به وجود بیار. تو هم میگی اوکی، قبول میکنی. پا میشی میری با رهبر دو طرف صحبت کنی. اول از همه من خودم شخصا رفتم سمت اولفریک، رفتم با اولفریک صحبت کردم. اولفریک یه جورایی میشه گفت اذیت میکرد، قبول نمیکرد، سخت قبول میکرد، اما خب حاضر میشه بیاد پای میز مذاکره. بعد میری پیش امپایرها و پیش رهبرشون جنرال تالیوس آدم معقولیه، متوجه میشه واقعا یه خطری هست که خود دراگونبورن هم اصلا شخصا اومده پیشش، قبول میکنه، میگه آقا ما میایم سر میز مذاکره. موقعی که میرید پیش به اصطلاح همدیگه، به اصطلاح مجمعی که برای صلح بود، اون دیداری که برای صلح ترتیب داده شده بود پیش ریش سفیدا بود. اون منطقه میشه گفت یه منطقه بی‌طرفه و حق ندارن با هم بجنگن. همونطور که دیدید حتی ریش سفیدا مخالف این بودن که تو با اژدها بری بجنگی، مخالف این بودن که حتی بهت فریاد یاد بدن. پس مطمئنا با اینکه بشینن این دوتا با هم بجنگن هم مخالفن. خلاصه این دوتا گروه با هم دیگه دیدار میکنن و شروع میکنن به مذاکره کردن برای صلح به اصطلاح کوتاه مدت. همونجا یه ذره به اصطلاح شروع میکنه به مخالفت کردن، میگه آقا من فقط به خاطر دراگونبورن اومدم و این داستاناش. خلاصه شروع میکنید با همدیگه صحبت کردن، با هزار تا مشکل و درگیری یه صلح کوچیکی به وجود میارید. و خب من شخصا به نفع یه ذره تالیوس اینجا رو بردم جلو، ولی خب شما هر حرکتی که بخواید میتونید بزنید. خلاصه شروع میکنید با همدیگه صلح کردن و این داستانا. برمیگرده پیش پادشاه وایتران و میگه آقا همه چی حله، شروع کن. میری با استفاده از یه فریادی که یاد گرفتی و اسم یه اژدهای خاصه، و خب با استفاده از اون میتونی یکی از اژدهایان خاص رو به اصطلاح احضار کنی و غرور اون اژدها اجازه نمیده وقتی تو احضارش کردی نیاد پیشه. احضارش میکنی پیش تله‌ای که توی شهر وایتران بود، به اصطلاح کار گذاشته شده بود چندین به اصطلاح 1000 سال قبل که نمیشه گفت، ولی خب خیلی وقت پیش. میری پیش اونجا و خب اون اژدها رو احضار میکنی و وقتی که اون اژدها میاد چه اتفاقی میفته؟ گیر میکنه، گیرش میندازی و وقتی که گیر میکنه شروع میکنه به اصطلاح به صحبت کردن. تازه بهت میگی که آقا منو نکش، منم جای آلدوین رو بهت میگم،
تو هم خب قبول میکنی یا حل نمیکشم جا رو بهت میگه. متوجه میشی که آلدوین تو ساونگارده. حالا ساونگارد کجاست؟ ساونگارد بهشت نورد هاست، جایی که وقتی یه نورد بمیره به اونجا میره. ولی خب همینجا یه مشکلی به وجود میاد. ساونگارد توی منطقه‌ایه که با پای پیاده نمیشه رفت اصلا. همین لحظه که داری فکر میکنی چیکار کنی، اژدها میگه آقا منو آزاد کن، من میبرمت اونجا. اونجایی که خب راه دیگه ای نداری، قبول میکنی، اژدها رو آزاد میکنی. اژدها هم میگه خب بشین بریم. میبرتت دم دروازه های ساونگارد. همونجا یه عالم اژدها هست، یه عالم از اون زامبیای انشنت نوردی که بهتون گفتم هست. و خب یه چیز دیگه، منم سرگشته حیرانت دو درباره همین انشنت نوردا بگم. آقا یه ویدیوی تکمیلی میخوام بسازم بعد از اینکه داستانو بهتون گفتم، که تقریبا خیلی از ابهاماتو مثلا بهتون توضیح میده. مثلا اینکه بهتون گفتم اول بازی بهش گفتم آقا این داشته فوش میداده دهن اولفریکو بستنده، یا مثلا همین زامبیای انشنت نورد مثلا میگه اینا چیه، قضیه چیه، یا اصلا قضیه تالمور چیه، چرا مشکل داره با امپایر و اینا، اصلا از کجا شروع شد. آقا خلاص همینا رو تو اون ویدیو تکمیلیه بهتون توضیح میدم. حله؟ خب حالا ادامه داستان رو بهتون میگم. خلاصه میری اونجا و یه عالمه از این زامبیای انشنت نورد میبینی، یه عالمه این اژدها میبینی، با هزار تا بدبختی اینا رو شکست میدی و میرسی دم دروازه. اما دم دروازه میشه گفت رهبر این زامبیای انشنت نورد رو میبینی. خیلی نبرد سختی میتونه باشه اگه لولتون بالا نباشه تو بازی. بعد از اینکه خب بالاخره به هر بدبختی شکستش میدی، میری تو دروازه و داخل دروازه های ساونگارد میشی. وارد دروازه های ساونگارد میشی، با محیط خیلی قشنگی روبرو میشی، ولی یه مشکلی هست. آلدوین اونجاست و داره به روح‌های مختلف حمله میکنه. آلدوین میشه گفت یه جورایی با هر چقدر روح که جذب کنه قوی تر میشه. خلاصه داره سعی میکنه اینجا تو ساونگارد که پر از روح جذب کنه، قوی تر بشه و برگرده به جنگ با دراگون بول. وقتی تو متوجه این قضیه میشی، با عجلات سعی میکنی بری توی یه چطوری بهتون بگم، یه ساختمون خاصی، بگم یه تالار خاصیه که اونجا واسه روحاییه که تونستن وارد ساونگارد بشن، روحای بزرگی که وارد ساونگارد بشن. میری اونجا و با جمعیت عظیمی از جنگجویان نورد که میخوان برن با آلدوین بجنگن روبرو میشی. تعداد زیادی واقعا میخوان برن باهاش بجنگن، اما خب مطمئنا موفق نمیشن. همونجا با اون 3 تا جنگجویی که برای بار اول تونسته بودن با آلدوین بجنگن و شکستش بدن روبرو میشی. با اونا شروع میکنی نقشه ریختن و باهاشون قرار میذاری که با همدیگه 4 تایی برید بجنگید و آلدوین شکست بدید. وقتی میری اونجا اول از همه شروع میکنید اون منطقه‌ای که پر از مه رو پاک کنید از مه. موفق میشید و آلدوین شروع میکنه به جنگیدن باهاتون. با استفاده از فایده شیطانی اونو میاری روی سطح زمین و 4 نفره انقدر میزنیدش تا بمیره. اما این وسط یه نکته مهم و یه خورده ترسناکی است. شاید تو موفق شده باشی آلدوین رو شکست بدی و جسمش رو نابود کنی، اما نمیتونی روحش رو جذب کنی به خاطر قدرتمند بودن روحش. و خب آلدوین روحش فرار میکنه و شاید روزی برگرده و طبق اون پیشگویی که شده بود شروع کنه به نابود کردن دنیا.